Οι άνευ προηγουμένου εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προκαλούν πολλά ερωτήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο πρέσβης του Ιράν στην Ελλάδα, Μάλεκ Χοσέιν Γκιβζάτ, μιλώντας στο Euronews, είπε ότι η κρίση συσπήρωσε τον Ιρανικό λαό και ότι οι ζημιές στις πυρηνικές εγκαταστάσεις από τα αμερικανικά πλήγματα θα αξιολογηθούν από τους ειδικούς. Your Excellency, welcome to Euronews. Thank you very much. Mr. Ambassador, in the light of the recent developments in the Middle East, is there a hope for diplomacy to return to the table, or are we witnessing a definitive rupture between Iran and the West? ما همیشه اعتقاد به دیپلماسی داشته ایم و معتقدیم که هر گونه مشکلی بایستی از طریق گفتگو و دیپلماسی حل بشه. بعد از تجاوز اسرائیل و آمریکا به ایران موقعیت فرق کرده و ما بر اساس وضعیت جدید تصمیم میگیریم. اصول سیاست خارجی و سیاست دولت ایران دیپلماسی و مذاکره است. The United States claims to have dismantled Iran's nuclear program. What is Tehran's official position on this matter? سایت‌های هسته‌ای که فعالیت‌های همه آنها محل فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته ایران بودن، آسیب جدی بهشون وارد شده. برآورد این آسیب‌ها و میزانی که آسیب دیدند بستگی به بررسی‌هایی داره که بعداً متخصصان ایرانی پس از ایمنسازی سایت‌ها انجام میدن. Donald Trump has claimed that Europe is incapable of playing key role in the escalation efforts. Do you agree with this view? همونطور که اشاره کردم، اروپا خودش، بخشی از اروپا خودش رو در پشت اسرائیل قرار داد به جای اینکه به پایان تخاصم کمک کنه، به طرف متجاوز کمک کرد و نشون داد چه قبل از این تهاجم و چه در طول این تهاجم که قادر نیست به وظایف خودش در صحنه بین الملل عمل کنه. از جمله اروپایی‌ها نشون دادن که قادر به رفع تحریم ها علیه ایران در هر گونه توافقی نیستن. The supreme leader of Iran stated that if necessary, Tehran will target US bases regardless of their location. Does that include the US military base in Suda? سیاست ما این بوده که هر پایگاهی از هر پایگاهی به ما حمله بشه، اگر ما صلاح بدونیم اون پایگاه رو غیر عملیاتی میکنیم. این سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران بوده در اینکه کدام پایگاه بر علیه ایران ازش استفاده شده و کدام استفاده نشده. این تخصص در واقع بخش نظامی جمهوری اسلامیه که بر اساس میزان تهدیدی که علیه حاکمیت ملی و مردم ما صورت گرفته تصمیم میگیرن و پاسخ میدن. Mr. Ambassador, are you satisfied with the stance of your traditional allies, Russia and China? ما ملاحظه کردیم که روسیه و چین موضع بسیار خوبی بر علیه متجاوز گرفتن و از جمهوری اسلامی ایران در برابر این حمله غیرقانونی دفاع کردند. موضع روسیه و چین موضعی بود که میتوانست و میتواند به صلح و ثبات بین المللی کمک کنه، به خصوص در این زمینه. Mr. Ambassador, as we conclude this insightful conversation, I would like to ask you, how is the Iranian community in Greece reacting to the current situation? ایرانیان مقیم یونان همانند سایر ایرانیان متحداً از کشورشون در برابر متجاوز دفاع کردند و در یک اتحاد بین ملت و دولت یک پارچه و متحد بر علیه تجاوز ایستادند و از مردم و دولت و نیروهای مسلح ایران حمایت کردند. Mr. Ambassador, thank you for your time. Thank you very much.